الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. و یکمین که سخن ابن عباس انشالله پیشکش میکنیم که میفرماید که بود میگه بین آدم و نوح علیه السلام 10 قرن بود، همه آنها به اسلام بودن. یعنی که مقصد این است که از کدام وقت شرک شروع شد و به چی سبب شروع شد، علت در چی بود. یعنی که از حضرت آدم تا نوح علیه السلام یکم شرک نبود، همه در اسلام و موحد بودن و الله یگانه عبادت میکردن. از قوم نوح، بعد نوح که علیه السلام از دنیا گذشت و در اونجا بگیم که قوم دیگری که بعد نوح بودن، آنها علاکه از علمی مثلا گذشتگی هاشون خبر داشتن و آنها بگیم که قبول داشتن توحید را. اما بعض صالحینی که از اونجا گذشتگی و از بین آنها از دنیا گذشته بود، آمد شیطان به همونها بگیم که بسیار وسوسه کرد. یعنی که مختصر گپ همین است که آنها را وسوسه کرد در چی؟ گفت یعنی که صالحین شما از دنیا گذشت، آنها را شما چخه به یاد میارید؟ وقتی که شما از بین میگذرید فرزندان شما آنها را چه خیل میشناسد؟ گفته همین خیل آنها را زینت دادن، همین کار را که آنها بگیم که رفته رفته صورت های همونها را به نقش گرفتن و رفته رفته که وقتی که آنها بگیم زیاد که رفتن و شیطان با وسوسه که از آنها چکنید بگیم مانند هیکل رو بگیرید، یعنی که یک تمثال بگیم هیکلی از لای باشد، از چیزی که نباشد اونو بگیم که چکنید بسازید. گفته به همه خاطر در آیت قرآن اونها که لات و عزی و منات ثالثه الاخرى، اونها این عبادت‌هایی که عبادت میکردن و که نام میگذاشتن، آنها نام‌های بزرگ‌هاشون بود و آنها برای یادآوری و برای مثلا که دیگر کارهایی که آنها را بگیم تمثال هاشون ساخته بودن، اون قومی که میدونستن این کارا و این قضیه را معلومات داشتن، اونها از بین رفتن، اونها از دنیا گذشتن. البته بعد اون قومی که مثلا بعد حضرت نوح قوم دیگر بود، بعد اون قوم با قوم بگیم که مردم دیگر که اومدن، اونها البته خبر نداشتن که اینها چی مقصد است و با چی مثلا که ساخته شده که این تمثال ها. دیگر رفته رفته اونها عبادت بگیم که یکم گفتن که ما اونها را عبادت میکنیم، به الله نزدیک نمیشه، تنها خلاص یگان مقصد دیگه نداریم، رفته رفته دیگر مطلق در شرک داخل شدن. سببش در این است که اون بعد قومی که وقتی که بعد حضرت نوح قومی که بودن، اونها علاکه از علم خبر داشتن که شرک جایز نیست است، اما یک کمی ذره بگیم که اونها شیطان لغزانید. و دیگر که قوم‌های ما بعد که اومدن، اونها که جاهل بودن، از علم بی‌خبر که بودن، شیطان اونها رو به آسانی به شرک داخل کرد. یعنی که یک کمین شرک صادر شدگی است بعد حضرت نوح، یعنی که بعد بگیم قوم حضرت نوح شرک را شروع کردن، اونها سببشون به همین بگیم که غلو کردنشون در صالحینشون و بگیم علماشون و اونها بگیم که و سبب علت اصلش جهل اونها بود که خبر نداشتن که این به شرک میرساند و در حقیقت شرکی که یکم در دنیا صادر شد بگیم از همون قوم شد و تا حضرت نوح که 10 قرن گذشت، میگه ابن عباس رضی الله عنه، شرک نبود و هم بگیم که الله یگانه عبادت میکردن و بعد 10 قرن که بعد حضرت نوح بود دیگر شرک پیدا شد. والله اعلم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.